سلام دوستان، من یه ایرانی کرد اهل اشنویه و در حال حاضر مقیم فنلاند هستم. فکر میکنم شاید تجربیات و خاطرات و حرفای من بتونه کمکی باشه برای روحیه دادن به مردم انقلابی و ستمدیده کشورم. امروز رفتم به یکی از بیمارستان‌های این شهری که من در اون زندگی میکنم و در بخش کودکان نشسته بودم. منتظر بودم دکتر منو صدا بزنه. چیزی که خیلی عجیب توجه منو به خودش جلب کرد و خواستم با همه ایرانی ها در میانش بذارم این بود که تو این بخش کودکان، بخش مخصوص کودکان، 2 کارمند استخدام کردن فقط برای اینکه هر کودکی میاد به این بخش و از این بخش خارج میشه، برای مدت این 2 کارمند بتونن بهش روحیه بدن، باش شوخی کنن، باش بازی کنن. در واقع 2 دلقک رو استخدام کردن. 2 دلقک که فقط کارشون اینه که تو این سالن هی میدون، با بچه ها بازی میکنن، شعر میخونن، ادا و اطوار در میارن. لباس های عجیب و غریبی پوشیدن که خود لباس و قیافه چهرهشون برای آدم خنده داره. یعنی بچه‌ای که مریض میشه، بچه‌ای که حالا هر بیماری خاصی که داره، حالا مخصوصا بچه‌ای که سرطانی هستن و اینا روحیشون از دست میدن، اونجا که میاد خندش میگیره. حتی من دیدم، متوجه بودم پدر مادرام که طبیعتا با بچت بری بخش کودکان و نگران بیماریش هستی خندت نمیاد، ولی اونا هم خندشون میومد. بینی مثل پینوکیو گذاشته بودن، بعد لباس عجیب غریب، همش رو صورتشون رو نقاشی کرده بودن، ادا و اطوار در می آورد. حتی مثلا کفشاشون طوری بود که روی چرخ راه میره، مثلا 2 چرخ سواری و ماشین بازی اینا می اومدن می رفتن با بچه ها بازی میکردن. حتی جالب این بود تو این بخش کودکان این مبلایی که گذاشته بودن برای بچه ها، این مبلا هم زیرشون چرخ داشت. بچه ها مبلا رو می روندن، سوار می شدن، می اومدن اون ور سالن. اصلا جالب بود، روی مبلا هم بازی میکردن. یعنی فکرشو کرده بودن روی جزئی ترین موضوعی که تو این بخش هست، جزئی ترین مواردی که تو این بخش هست براش در نظر گرفته بودن که چیکار کنن که بچه خوشش بیاد، بچه‌ای که مریضه، بچه‌ای که رویش از دست داده. بعد چرا اینو میگم؟ طبیعیه توی کشور پیشرفته شمال اروپا چیزای خوب خیلیه، ولی من چرا اینو میگم؟ اینو مقایسه میکنم با یکی از بیمارستان‌های تبریز، به بخش سوختگی کودکان در بیمارستان سینای تبریز که من خودم تو سن 13 سالگی، یعنی سال 1368 اونجا بودم. اونجا من چون پول بیمارستان رو نداشتم، یعنی هزینه مرخص شدن رو نداشتم، هزینه های بیمارستان رو، و خیلی زیاد بود، 3 ماه اونجا خوابیده بودم و نمیتونستم این پول رو بدیم، منو گروگان گرفته بودن. من بارها هم گفتم تو ویدیوهای قبلی، منو گروگان گرفته بودن و میگفتن تا این پولو نیاری شما رو اجازه نمیدیم بری بیرون مرخص بشی. و جالب این بود که تو بخش کودکان تختم هم ازم گرفته بودم. من باید روی زمین میخوابیدم، روی موزاییکا میخوابیدم و 5 صبح که این کارمندا و پرستارا کارشون رو شروع میکردن، 5 و 6 صبح من باید بیدار میشدم، چون من تو راهروی بیمارستان میخوابیدم و نمیشد. از لطف خودشون حالا یه تشک بهم داده بودن که روی این موزاییک بذارم. بعضی شبا هم اینم نبود، مثلا اون بهیاری که به من کمک میکرد اگه شیفت شب اونجا نبود، اونای دیگه هم کمک نمیکردن. یعنی من بچه، من 13 ساله که تو اروپا زیر 18 سال باشی بچه به حساب میاد، من 13 ساله تنها بدون حضور پدر مادر روی موزاییک میخوابیدم. و نه اینکه مثل اینجا هیچ وسیله تفریحی نبود، هیچی، مثلا جای خواب نداشتم. مثل گداها
اصلا حق غذا خوردن نداشتم. اگرچه بهم میدادن، آشپزا آدمای خوبی بودن، ولی در اصل غیر قانونی بهم میدادن. میگفتن باید پدر مادرت برات پول بفرستن شما بری از بوفه غذا بگیری. بوفه هم چی داشت؟ فقط گوجه فرنگی اینا داشت، باید خودت همین گوجه فرنگی خامو میخوردی با نون. نمیشد که غذا اونجا درست کرد. بعد یه بچه 13 ساله از کجا غذا بلده؟ اونم پسر و بعد دستاش هم سوخته باشه. تازه این بعد از 12 بار عمل جراحی الان وضعشون اینجوریه. اون موقع خیلی وضعشون بد بود، بسیار بد. من تقریبا از هر دستم 3 تا انگشتو داشتم که باهاش میشد کار کرد. الان انگشتای دیگه هم میشه در بعضی مواقع ازشون استفاده کرد. و این وضعیت کشور ماست، در حالی که این کشور فنلاند گرچه جمعیتش کمه، مساحتش خیلی زیاده. مساحتش تقریبا میشه گفت شاید نزدیک به نصف ایران باشه، شاید یا اینکه حداقل 1/3 ایران باشه برای 5 میلیون نفر. و زندگی تو این کشور خیلی سخته چون مسافت ها خیلی از هم دورن. برای 5 میلیون نفر یه مساحت یک کشوری به اندازه تقریبا نصف ایران، آبادانی این کشور خیلی سخته. هزینه بردار جاده هاش، هزینه بردار خرج و مخارج بسیار داره و این کشور درآمدی نداره غیر از مالیات مردم و فروختن درخت که الان اون هم درآمد خاصی به حساب نمیاد. در حالی که کشور ما میتونه با درآمد 1 سال نفتش 10 سال این کشور مثل فنلاندو تغذیه کنه. زمان شاه که درآمدهای نفتی مثل همین الان خیلی زیاد بود، شاه به جای اینکه بیاد برای آبادانی کشور خودش کار کنه، اومده برای این کشورهای شمال اروپا پل درست کرده. من تو نروژ بودم، یه پلی بود اونجا و ترافیک سنگینی روی این پل بود. این پل 2 شهر رو به هم وصل میکرد. پرسیدم این چرا این ترافیک سنگین هست؟ تو این کشورهای اسکاندیناوی معمولا ترافیک نیست چون جمعیتشون کمه و اینا. یه فاصله تقریبا نزدیک به کمتر از 1 کیلومتر، ولی شاید 1 ساعت 1.5 ساعت طول میکشید تا از این ترافیک خلاص بشی. پرسیدم چرا اینجوری؟ گفتن فقط این پل ارتباطی بین این 2 شهر هست و راه دیگه ای نیست، همش دریا و دریاچه و ایناز، آب، باید با قایق رد بشی. و گفتن جالب اینه که این پل زمان خود شاه در سفری که به نروژ داشته اومده سر زده به این کشور و اینا. بعد پرسیده گفته چرا این 2 شهر براش بین این 2 تا شهر پل نیست؟ گفته پول نداریم، درآمد نداریم، مردم با قایق از این شهر به اون شهر رفت آمد میکنن. شاه دستور داده، گفته خب با هزینه من یه پل براشون درست کرده. الان بعد از 40-50 سال این نروژی‌ها شاید هم 60 سال از همون پل استفاده میکنن. یعنی درآمد کشور ایران اینقدر زیاده که میتونی به کشورهای دیگه هم کمک کنی. حالا اگه کسی گلایه داره میگه چرا ایران رو با اروپا مقایسه میکنی، مشکل همینه که تو این کشور برای بچه ها چه بخش بیمارستان بخش بچه ها رو چه جوری درست میکنن، چه امکاناتی براش فراهم میکنن، و تو کشور من بچه چه مشکلاتی داشتم. حالا جالب اینجاست که تو این کشورها تا سن 18 سالگی هیچ هزینه درمانی از هیچ بچه‌ای گرفته نمیشه. حتی من نمیدونم به زبان فارسی به این موضوع چی میگن. کسانی که دندونشون کجه، دندون و فک و اروارشون مشکل داره و دندونشون معمولا دندونهای زیرینشون اغلب جلو میاد و یه حالت ناخوشایند یا اینکه
نمیشه گفت زشت، ولی یه حالت ناجوری به صورت میده که دندونای زیری جلو میاد و بعد روی سخن گفتن و حرف زدن اینا هم تأثیر میذاره و این پروسه خیلی گران قیمته، شاید نزدیک به $20,000. تو انگلیس شنیدم که 20,000 پوند خرجشه. تو فنلاند، تو این کشورهای اسکاندیناوی، این هزینه رو هم دولت میده برای بچه تا 18 سالگی. و تو ایران که از درآمد نفتی میتونه چند تا کشور اسکاندیناوی رو تغذیه کنه، مردم حال روزشون اینجوری. قربون شما، به امید موفقیت این انقلاب.